از بیداری داره مغزم منفجر میشه. همش با این پروژه کس و شعرم گایده شدم. آخه اصلا یه از این شنبه اصلا کیری شده. هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم. نمیتونم. من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم، هنر کردم. رفیقم اونجا 3 هفته است مغزشو گاییدین، مغز ما رو گاییدین. تمام اون تناشا رو مغز منم هست. تمام اون تناشا رو مغز منم هست. بعد بیان اینجا فوش خار مادر بگم فلان فلان شده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بی‌ناموسی نیست. چرا؟ چون من دارم اینجا کامنت ها رو خونم، هی اینا دارن مینویسن، بازم اینجا دارم بی احترامیشون میکنم، میگن توتل. اینا طرفدارای تو نیستن. کست ننشون. تمام شد دارم. کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه برای سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. من اصلا من میرسه. گوش کن چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. من چیزی واسه دست دادن ندارم. زیاد رو مخ من راه نرید.